گرچه دوریم به یاد تو سخن میگو. روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه و شکوه کنن. پیش امام حسین علیه السلام شکوه کنن، بگن یا سید الشهدا ما دلمون میخواست بیاییم، نشد. سلام به تو از دور، سلام به حسین از طرف قصر نو. این که مقام معظم رهبری فرمودن بشینید مناجات کنید، بگید حسین ما میخواستیم بیایم نتونستیم، فداتون بشم. اربعینیا این تجربه خود مقام معظم رهبری سالهاست دوست داره بره و بعد نشسته حتما اینجوریه، گفته حسین میخوام بیام نمیتونم، شرایط ندارم و بعد نورش رو دریافت کرده. الان داره به جوونا، به بچهای خودش میفرماد چی؟ به شما هم میکنه یا ابا عبدالله راه اربعین تو باز کن، این دفعه بیام مؤدبانه تر بیام. قول میدم تا گرسنه شدم غذا نخورم، مثل بچه های تو که بوی غذا به مشامشون در این راه میرسید و غذا نمیخوردن، نمیدادن غذا به بچه ها. قول میدم یک کمی به خودم بیشتر سختی بدم، فقط تو این راه رو باز کن. ارید و وصالک و ترید و هجری فاتیک و ماهوری. من وصال تو رو میخوام، اما تو من گفتی دور باش. باشه من دور میباشم، تو گفتی میخوام حرف تو باش.